در این ویدیو با عجیب ترین اتفاقات مرگبار همراه ما باشید. قبل از اینکه شروع کنم اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و اگر تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید. بزن بریم. مرگ در یخچال. لری المورلای 25 ساله که در یکی از سوپرمارکت ها کار میکرد ناگهان ناپدید شد و دیگه هیچ کس او رو ندید. جسد او 10 سال بعد در شکافی بین یکی از یخچال ها و دیوار بدون هیچ نشونه جنایی کشف شد. پزشکی قانونی به این نتیجه رسید که او به این شکاف افتاده و به سرعت فوت کرده. تنها با جابجایی یخچال‌های عظیم جسدش کشف شد و سردی محل مانع از انتشار بوی جسد شده بود. آدامس کشنده یک شیمیدان جوان. والدمیر لیکنهاوس دانش آموز علاقمند به شیمی در اثر جویدن آدامس آغشته به مواد منفجره جان خود را از دست داد. والدمیر دوست داشت کندر رو در اسید سیتریک بریزه تا طعم ترش آدامس رو تقویت کنه، اما به نظر میرسه که گیج شده و کندر رو به جای اسید سیتریک در پودر انفجاری ریخت. شماره بعدی انتقام خروس‌ها. خوز لوئیس از طرفداران چالش مزخرف خروس جنگیه که به صورت مخفیانه و به دور از چشم سازمان‌های حمایت از حیوانات گاهی انجام میشه. در جریان مبارزه 2 خروس که با چنگال‌های فلزی ضربات خروس‌ها رو مرگبارتر می‌کنند، ضربه‌ای سرگردان از یکی از خروس‌ها به خوزه وارد شد و او رو می‌کشه. بدین ترتیب او اولین انسانی در تاریخ به شمار میره که توسط خروس کشته شده. شماره بعدی خوردن عنکبوت پشمالو. ادوارد ایربولد در یکی از مسابقات حریصان چیزهای عجیب شرکت میکنه. مسابقه برای بلعیدن بیشترین مقدار حشرات بود. ادوارد پس از بلعیدن یکی از عنکبوت‌های مودار مرد. پاهای عنکبوت در گلوش گیر کرده بود و اون نمیتونست آنها رو بیرون بیاره یا قورت بده، بنابراین جان خودش رو از دست میده. شماره بعدی اسب، اتاق و آتش جان ایریکا رو گرفت. ایریکا میشل دوست حیوانات در یک اتاق فلزی بسته مشغول معالجه یکی از اسب‌ها بود، اما اسب خشمگین بود و به دیوارهای اتاق لگد میزد. در اثر استحکاک نعل اسب‌ها با دیوار فلزی جرقه‌ای رخ داد که منجر به آتش سوزی و مرگ ایریکا و اسب شد. قوهای بی‌اعصاب آنتونی رو کشتند. آنتونی هلنسی در اثر حمله قوهای وحشی به او جان باخت. آنتونی در حال تمرین کایاک سواری در نزدیکی لانه قوها بود که به او حمله کردند و قایقش واژگون شد و قوها مانع از تحرک او شدند و او پس از دریافت ضربات متعدد قوها غرق شد. سوپ ریختن در رگ بیمار. آیدا ویکتور 88 ساله بر اثر حماقت یکی از پرستاران که سوپ رو به جای محلول تغذیه در کانال وریدی تزریق کرد فوت کرد. گاو از سقف به روی تخت خواب افتاد و مرد رو کشت، همسرش زنده موند. گوا ماریا دسوزا بر اثر افتادن گاو بر روی او در حالی که در خانه‌اش خوابیده بود جان سپرد. گاو از طریق تپه کوچکی در نزدیکی سقف خانه به سقف خونه رفت و چون سقف چوبی تحمل اون رو نداشت و وزن گاو رو نتونست تحمل کنه، سقفم میشکنه و به داخل خانه روی مرد افتاد و او رو کشت. البته همسر مرد که کنار او خوابیده بود و خود گاو آسیبی ندیدن. و بالاخره شماره 10 فشار سگ به پدال گاز ماشین جیمز رو کشت. جیمز کمپل پس از برخورد ماشینش با او جان خود رو از دست میده. جیمز برای باز کردن درب خانه از ماشینش پیاده شد و سگش رو داخل ماشین گذاشت. سگ میخواست خودش رو به جیمز برسونه اما روی پدال گاز افتاد، بنابراین ماشین روی جیمز رد میشه و بلافاصله او رو میکشه.